بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. در درس 21 منهج السلف فی الاختصار، منهج سلف صالح. در درس 21 ما و شما منهج سلف صالح را در اختصار میخونیم که اختصار چی است؟ که اونا بسیار مختصر صحبت میکردن، بسیار مختصر خطبه میدادن و امو موضوعات بسیار مختصر بیان میکردن. یذکر خب مؤلف رحمه الله مذهب سلف در این موضوعات به اینجا بیان میکنه که موضوع اولش الکلام الوجیز، کلام یعنی سخن بسیار امتو کوتاه که یفهم به المقصود، که توسط از او امو هدف فهمیده میشه. قال ابن رجب رحمه الله: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مآخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسحاب. خب اینال یه عالم میگه که با وجود ازی ففی کلام سلفی، در کلام سلف صالح و ائمه است، مثل امام مالک رحمه الله و امام شافعی رحمه الله و امام احمد ابن حنبل رحمه الله و امام اسحاق ابن راهوی، میگه در کلام از اینا چی هست؟ در کلام از اینا تنبیه هست. به چی؟ علی مآخذ الفقه، که شما امو مأخذهای فقهی شما کدام مسائل، مثلا این کدام چیزاست که شما را در فقه خوب میرسانه، مأخذش کدام یکی است. و مدارک الاحکام، و ای که احکام ما درک بکنیم، فقه را چه قسم بگیریم و احکام چه قسم درک بکنیم، ایره با کلام وجیز مختصر امیر میگن، لکن با کلام چی میگن؟ با بسیار کلام کوتاه و مختصر، یفهم به المقصود، وقتی که توسط از اون مقصود فهمیده میشه. یعنی سلف صالح عادتشان ای بود، منهجشان ای بود که وقتی برای یک کس یک مسئله را بیان میکردن که اون مقصود دمو میفهمید، کوشش میکردن که مختصر باشه، من غیر اطالت ولا اسحاب، نوره بسیار طویل و تشریح و بسیار چی بکنه. یعنی به این معنا که نه مثلا چی هست، میگه که امی چی باشه که سخن نه طویل ممل باشه و نه مختصری که او مثلا هدف نرسانه. پس اونا چی میکردن؟ بسیار موضوع را طویل نمی ساختن، خطبه خود بسیار طویل نمی ساختن. وقتی که می آمدن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که میکردن شروع میکردن یک مسئله را، مثلا مسئله را میدی که در 2 جمله 3 جمله، اما بسیار مفاهیم خوبی را میگفتن که کسایی که میشنیدن میفهمیدن و دین از ما و تو کده خوبتر میفهمیدن. السلف یبینون الحق والاحکام لكن بکلام وجیز مختصر. کلامشان چی است؟ مختصر است. لا یسکتون عن الحق. اونا سلف صالح تو نبودن که گپ نمیزدن که حق بیان نکنن، بل یقولون الحق ولكن يبتعدون عن الكلام الطويل والمناظرات والمجادلات. از این مناظره هایی که 2 ساعت و 3 ساعت وقت میگیره و این جدال هایی که یکی دیگر مثلا بدگویی بکو و مرا بکو و خود نمایی بکو مثلا جانب مقابل، از اینا دوری میکردن، بلکه آنچه که حق دوره میگفتن. این موضوع اولشان بود. دوم دیگه ای بود که رد الاقوال المخالفه بألطف اشاره و احسن عباره. حتی وقتی که امرای مخالف رو برو میشه، علامه ابن رجب رحمه الله میگفت و فی کلامه من رد الاقوال المخالفه للسنه بألطف اشاره و احسن عباره. این میگه حتی کلام مخالفین رد میکردن، لکن با یک اشاره بسیار لطیف و با یک عبارت بسیار زیبا، بحيث يغني ذلك من فهمه عن اطالة المتكلمين في ذلك بعدهم. به خاطر ازی که همون سخن کوتاهی از اینا جوابگوی چی باشه؟ از همون سخنها و خطبه های کلان متکلمین چی باشه؟ از او کده
همین یک جمله از اینا جوابگوی کل از اینا باشه. بعد از اینکه مثلا متکلمین مثلا اونا وقتی که یک جمله گفتن، شما سعی کنید که یک جمله از اینا به اندازه کتاب‌های کلانه که متکلمین نوشته کردن جوابگوی کل از اینا هست. بل ربما لم يتضمن تطویل کلام من بعدهم من الصواب فی ذلك، و شاید هم تطویل یعنی طویل ساختن سخنهای کسایی که بعد از اینا بودن هیچ دو ثواب نبود، کلش در خطا هست. ما تضمنه کلام السلف و الائمه من اختصاری، او ثوابی که کلام سلف او را چی داشت؟ کلام سلف و امامای دین با وجود که اختصار و ایجاز بود. یعنی یه عالم بر ما میگه که علمای سلف اول یک کار میکردن که اونا از حق در حق سکوت نمیکردن، حق بیان میکردن، بیان میکردن. دوم جواب اما ببخشین وقتی که حق بیان میکرد، امی حقم چه قسم بیان میکرد؟ به مو اندازه یا به اسلوب و روش بیان میکرد که مختصر می بود و جانب مقابل میفهمید امو هدف ایسیده. یعنی وقتی هدف میرسان با جملات بسیار کوتاه. دوم سلف دیگه چی عادت داشتن؟ که مخالفین از سخنهایشان رد میکردن. لکن رد مخالفین چه قسم میشد؟ با اسلوب بسیار لطیف و بسیار به شکل چی؟ با عبارت بسیار زیبا. اینا رد میکردن که وقتی امو سخنهای کوتاه از اونا را که شما بخوانین، میبینین که امو کتابهای کلان بزرگی که این مخالفین یا اهل بدعت نوشته کردن جوابگوی کل از اینا هست. و واقعا هم همین قسمت است که وقتی انسان کلام سلف صالح را میخوانه، یعنی باور بکنین وقتی که کلام اهل بدعت کتابایشان بخوانی و مثلا قصه هایی که نام میکنه، خطبه های طویل از اینا و کتاب های طویل از اینا و موضوعات بسیار طویل که وقتی رو بخوانی، اما وقتی که انسان رجوع میکنه به اقوال سلف، میبینه سبحان الله مثل چی هست؟ مثل اقوال سلف مثل یک گروه 500 شمع هست که در یک اتاق تاریک امی یک سویچ میکنیم، یک گروه که امی روشن میشه، امی کل فضا را کلش روشن میسازه. خلاص میبینی اما تو برات حق روشن میشه در یک جمله خود، اما بسیار زیبا میگه و انسان بسیار چیزا رو یاد میگیره. برعکس از این وقتی که کسایی که بعد از سلف آمدن کتابا نوشته کردن، طویل کردن، که هر قدر خوانده میری بالاخره یک وقت سر میکنی که مغزت هم خراب کرده، اعصابت هم خراب کرده، منحرفت هم ساخته، راه را به طرف غلط هم برده و تعصب هم برات ایجاد کرده و تکبر هم برات ایجاد کرده. باز میبینی که شما دیده باشین کسایی که کلامی ها هستن و یا متعصب به کلامی ها هستن، گپشان بسیار زیاد است. یک از اسلوبشان پر میگن، در یک وقتی که یکی شروع کنه 1 ساعت اما یک موضوع عادی رو در 1 ساعت 1.5 ساعت بیان میکنه و وقتی که بیان کرد باز میبینین در جملاتش با چه اندازه اما تکبر و خودخواهی و توهین به دیگران و تحقیر به جانب مخالف. این کلش منهج خلف است، منهج سلف صالح با بسیار احترام، با الفاظ بسیار زیبا، بسیار مختصر و کوتاه بیان میکردن. اگر بیان حق بود مختصر ولی زیبایی که حق بر مردم برسه، رسید بر مردم. و امی قسم وقتی که مخالفین سخنش رد میکرد، او را هم با کلمات بسیار زیبا و کوتاهش. سوم موضوعی که بود سلف صالح، السکوت عن کثرت الکلام للخشوع و التقوى. یعنی علامه ابن رجب رحمه الله میگه که فما سکت من سکت عن کثرت الخصام والجدال من سلف الامه جهلا ولا عجزا ولكن سکتوا عن علم و خشیت الله. میگه در بسیاری مسائلی که سلف صالح که خصومت نکردن و مجادله نکردن و مناظره نکردن و ایگپاره نکردن، میگه سلف امت که یاره نکردن. چرا نکردن؟ نه به خاطر ازی که العیاذ بالله اونا جهل داشته باشن یا عاجز باشن نتونن این کار رو بکنن، نه، ولکن سکتوا عن علم. چرا؟ عالمه که عالم است میفهمه که این مناظره هیچ به درد نمیخوره. نتیجه مناظره را ما بسیار دیدیم. همین وقتام که شما بسیاری وقتا مناظرات سهل میکنین، در اون مناظره وقتی که میباشی
دینداری و تقوا و خشوع و این گپا کاملا در این مناظره نیست. فقط چشمای از اونا همو که امام مالک رحمه الله گفت که تو شترهایی که در هیجان آمده باشه چشمای از اینا هم تو بسیار هم تو در غضب هست و جانب مقابل هم در غضب است، یعنی امون مجلسش به نورانیت نداره، قلب ها قاسی هست، ادبی که باید مراعات شود نیست، یکی دیگر توهین و تحقیر کردن هست، اوهام الناس در شبهات انداختن است. این کلش مشکلات چی هست؟ مشکلات مناظرات کسایی که اینا مخالف منهج سلف صالح هستند. سلف صالح وقتی اینا عالم میگه که فما سکت من سکت عن کثرت الخصام والجدال، اینا از خصومت ها و جدال ها و مجادله و مخاصمه و مناظره و مرا و گپا از یا دور ساختن. خود سلف امت نه به خاطر جهل بود، نه به خاطر عجز بود، ولکن سکتوا عن علم و خشیت الله. چرا این کار کردن؟ علم داشتن و از الله میترسیدن. از الله میترسی که وقتی یک چیز فایده نمیرسانه، یک چیزی که برای خود عالم و یک چیزی که برای خود گوینده و یک چیزی که برای مردم و برای ناس مردم منفعت نداره، مناظره ببینی که متکبر میسازه، خودخواه میسازه، حق قبول نمیکنه و کسایی که در مقابلش قرار دادن اونا را توهین میکنه و تحقیر میکنه و مسلمان هستن، مؤمن هستن. برای انسان مؤمن که الله عزت داده الفاظ را استعمال میکنه که استغفر الله، انسان گریه میگیره. پس چی فایده؟ از این خاطر سلف صالح از این استاد شدن. از به خاطر چی سکوت کردن؟ به خاطر که علم داشتن و به خاطر که از الله میترسیدن. این به خاطر خشیت. و متکلم من تکلم و توسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم. میگه این کسایی که بعد از سلف آمدن یا که بسیار سخن گفتن و بسیار وسیع سخن گفتن و بسیار گپ زدن، بعد از اینا که آمدن نه به خاطر ازی که اینا در علم نسبت به اونا که یا زیاد متخصص بودن و زیاد اسلام شناس بودن و میفهمیدن، ولکن حب للکلام و قلت ورع. اینایی که بعد از این خلف که آمدن که بسیار گپ میزنن و ساعت گپ زدن میرن، این صرف به خاطر چی میگه این کارا میکنن؟ به خاطر گپ زدن بسیار خوش داره که من گپ بزنم و دیگر را گوش کنم و پر بگویم و قلت ورع و تقوایشان کم است. اگر این تقوای زیاد می داشت، من کثر کلامه کثر خطا، کسی که سخنایش زیاد میشه غلطی هایش زیاد میشه. وقتی که غلطی ها زیاد شد انسان گناهی زیاد میشه، گناهی که زیاد شد سبب رفتن به دوزخ میشه. کما قال الحسن و سمع قوما یتجادلون. میگه مثلا ببینید که حسن بصری رحمه الله یکی از سلف است، امام حسن بصری، این چی میگه؟ میگه این شنید یک قومی را که ها مجادله میکردن، او جدال است و مناظره هست، چی است؟ میگه گفت هؤلاء قوم ملوا العباده. این کسایی هستن که از عبادت الله خسته شدن، عبادت مزه شد نمیتن و خف علیهم القول، لکن گپ زدن برشان آسان است. عبادتی که استاد شوه بخیزه 2 بجه شب و 3 بجه شب بخیزه و در مقابل الله استاد شوه به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم و تلاوت قرآن بکنه و گریه بکنه و پاهایش از بپنده و وقتی که نه عبادت شروع میکنه صلات تهجد برای الله بگه که اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحكم بین عبادك فيما هم فيه يختلفون. بر از اینا دعا بکنه که یا الله در چیزایی که مردم اختلاف میکنه اهدینی لما اختلف فيه من الحق، این دعا را بکنه و گریه بکنه و عبادت بکنه و چی کنه. میگه این مردم از عبادت خسته شدن. حتی نمازهای فرضی را هم وقتی که ببینید در مجالس مناظره و گفتگو که حتی نماز فرضی نزدیک است که قضا شود، سنت ها خو بیخی فراموش میشه، نوافل خو بیخی گم میشه. تقوا اینا گفتی هستن. وقتی که حسن بصری رحمه الله اینا را دید دیگه که مجادله میکنه، گفت هؤلاء قوم ملوا العبادة و خف علیهم القول. از عبادت اینا چیز شدن؟ خسته شدن و سخن گفتن برشان آسان شدن. و قل ورعهم فتکلمون. اینا میگه چی هستن؟ اینا میگه ورعشان، زهدشان و تقوایشان هم کم شد، از این خاطر سخن زیاد گفتن. صحابه که بودن اقل کلاما و اکثر برکتن. شما اگر کلام صحابه رو بشنوید بسیار کم گپ میزنن، لکن اما کلام کم صحابه را که شما ببینید که مثلا در فلانی مسئله
ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه، یا مثلا عثمان ذی رضی الله عنه، یا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، یا دیگه مهاجرین انصار صحابه کرام. ببینید که بسیار کلام مختصر گفته هست، بسیار کلام مختصر گفته است، لکن ببینید اما کلام مختصرش در قلب انسان تو تأثیر میکنه که بسیار لذت ایمان پیدا میکنیم. موضوع چهارمی که از ترک الجدل والمراء للتقوى، دیگه مسئله که بود که اینا قال ابن رجب و قال مهدی ابن میمونه. میگه مهدی ابن میمون چی گفت؟ گفت سمعت محمد ابن سیرین و ماراه رجلا. میگه من شنیدم از محمد ابن سیرین رحمه الله، میگه و ماراه رجلا ففاطن له، یک نفر امرای ازی مراء را شروع کرد. ما قبلا خانه که مراء یعنی مجادله کردن و مناظره کردن به خاطر که جانب مقابل ضعیف نشان بده، علمش ضعیف نشان بده، شخصیتش ضعیف نشان بده و او را عیب بر مردم چی وانمود بکنه که این چندان عالم نیست، چندان دانش نداره و فهم نداره و مردم در شک برده. میگه محمد ابن سیرین رحمه الله و ماراه رجل ففاطن له، یک شخص آمد امرایش امی مرا کرد، میخواست مناظره بکنه. متوجه شد که این هدفش سوال نیست، هدفش فهم دین نیست، بلکه هدفش مناظره است. فقال، میگه محمد ابن سیرین رحمه الله گفت انی اعلم ما یرید، میگه من میفهم که چی اراده داره. اینی لو اردت ان اماریک کنت عالما به ابواب المراء، میگه اگر من میخواستم که امرای تو مناظره بکنم، باز من ابواب مناظره را چی عالم میبودم به این چیزا. و فی روایت قال انا اعلم بالمراء منک، پس تو که من همین مناظره را و امرا را خوب میفهمم که خواسته باشم که یک کسی را یعنی فصاحت دارم، بلاغت دارم، امکانات دارم که اگر بخوایم که امرایت مناظره بکنم، از تو که من خوبتر میفهم. ولکن لا اماریک، لکن مناظره امرایت نمیکنم، مناظره ای که به شکلی که خودت میخوایی که خدا نشان بدی و یا میخوایی که فقط غلبه حاصل بکنی، نه خیر، من امرایت این مناظره رو نمیکنم. و قال ابراهیم النخعی رحمه الله میگه ما خاصم تو قط، هیچ وقت من امرای کسی مخاصمه نکردم. و عبدالکریم جزری میگه ما خاصم ورع قط، آدمی که با تقوا هست هیچ وقت مخاصمه نمیکنه که خصام و جدال هست، امرای او جانب یک چیز میگه ای بخیزه جوابش دیگه چیز بگه. بگذار او جانبه که در بدعت مبتلا هست خدا نشان میده، خدا برای مردم عالم نشان میده و خدا در ریا داخل میکنه و خدا در سخنهای در بی‌عزتی دیگران داخل میکنه، بگذارش که کارا را بکنه. اما انسان با تقوا هیچ وقت این کارا نمیکنه. و قال جعفر بن محمد رحمه الله ایاکم الخصومات فی الدین، احتیاط بکنین، خدا نگهداری بکنین از مخاصمه و گفتگو و خصومت و دشمنی در مسائل دینی. فانها تشغل القلب و تورث النفاق، میگه ای چی میسازه؟ این قلب مشغول میسازه و سبب چی میشه؟ نفاق میشه. نفاق چی هست؟ منافقت، که ظاهرت یک قسم است، باطن دیگه قسم است. چرا اکثرا کسایی که در این جای هم میباشن اینا خوب میفهمه که این اینجا حق است، این نفر گپی که میزنه، آیت میگه، حدیث میگه، این به حق است، لکن من خستم اما حق زیر رد کردم. این صفت کی هست؟ صفت منافقه هست. منافقه اکثرا میامدن حق میفهمیدن، لکن کتی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه مخاصمه میکردن، مجادله میکردن، جنجال میکردن. اینه میگه احتیاط بکنین که خصومت در دین نکنین که این قلب مشغول میسازه به چیزهای بیفایده و همین قسم بالاخره قلب به چی نزدیک میسازه؟ به منافقت. و کان عمر بن عبدالعزیز یقول، عمر بن عبدالعزیز رحمه الله میگفت اذا سمعت المراء فاقصر، وقتی که مجادله و مناظره به گپا رو شنیدی کوتاه بیا، ترک. و قال من جعل دینه غرضا الخصومات اکثر، من جعل دینه غرضا للخصومات
اکثر التنقل. میگه ایچی که میگه هر کسی که دین خدا برای مخاصمه ها و گفتگو و مناظرات و جنجال گشن، اینه میگه باز ببینیش که زود انتقال میکنه. و همین قسم هست بسیاری کسایی که در اینمی جنجالا و ترا خدا مبتلا کرده، 2 سال پیش ببینیش که بسیار آدم با تقوا، 2 سال بعد سیلش کنی که کاملا از تقوا خلاص شده و بیخی در الفاظش کلش غلطی ها زیاد میشه. 2 سال بعد دیگه ببینیش که در قلبش خراب شده. 2 سال دیگه میبینیش که اما تا اساس سال به سال اینا میبینی تغییرات میاد تا بالاخره در وجودش صفات منافقین و بالاخره در جمله حتی مرتدین داخل میشه. و این علتش چی است که عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه میگه که اذا سمعت المراء فاقصر، وقتی که تو دیدی چیزا را کوتاه بیا، بگرید از تو مجلس. و قال من جعل دینه غرضا للخصومات، هر کسی که دین خدا برای چی به خصومتاشه، باز زیاد اکثر تنقل، زیاد انتقال میکنه، از اینجا به اونجا انتقال میکنه، از اینجا به اونجا. و قال ان السابقین، و فرمود که ان السابقین عن علم وقفوا، مردمای سابق وقتی که سکوت کردن به اساس چی بود؟ میگه به اساس علم بود. و به بصر ناقد قد کفوا، میگه با بصارتی که اینا داشتن، این از این خاطر میگه یا خدا نگاه کردن. و کانهم اقوا علی البحث لو بحثوا، میگه اون سلف صالح سابقین که بودن، یا میگه در بحث و در ایگپا بسیار قوی بودن اگر میکردن. و کلام السلف فی هذا المعنى کثیر جدا، میگه کلام سلف در این راستا بسیار زیاد است. امام قرطبی چی میگه؟ میگه فلا تماری فیهم الا مراء ظاهرا، میگه الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ ای لا تجادل فی اصحاب الكهف الا بما اوحیناه الیک، تو در مورد اصحاب کهف و امرای مردم مجادله نکن مگر به مو اندازی که ما به تو وحی فرستادیم، اما وحی را برای مردم بیان بکن. الا مراء استعارتون، میگه می کلمه مرا اینجا استعاره گرفته شده اینجا، من حیث یماریه اهل الکتاب، مثل که اهل کتاب این کارا میکنن، از این خاطر اینه بر استعاره گرفت، در مقابل از اونها این کلمه را استعمال کرد. سمیت مراجعته لهم مراء ثم قید به انه ظاهر، امین مراره خب اینه برشان رجوعش به وحی، اینه مرا گفت و او را با ظاهر ففارق المراء الحقیقی المذموم، میگه باز فرق کرد بین مرای حقیقی که مذموم است، یعنی مرا که خودسازی هست، از این مرا فرقش کرد با چی؟ گفت مرا ان ظاهرا، یعنی امو بیان کردن حق به شکل ظاهر، نه بسیار با جنجال هایی که اونا دارن با اون شکل. نه از این خاطر این بیان میکنه که به رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم شد که شما حقیقت ها را به اهل کتاب، اما چیزی که براتون وحی است امیر بگوید، دیگه در جنجال هایی که اونا داخل هستن، در خصوماتی که اونا داخل هستن، در او عیب جویی ها و دیگرها را غلط معرفی کردن و توهین و تحقیر کردن، این چیزها را بر از اونا بگذار، فقط حق بیان میکنی. بنابراین این هم یک منهج است که امام قرطبی رحمه الله میگه که یعنی انسانی که با تقوا است، با ایمان است، با اخلاص است، حق بیان میکنه، آنچه که در قرآن و سنت است برای دیگرها بیان میکنه. هدایت کار الله هست. بسیاری کسا هست که ببینید در بسیار گمراهی ها بوده، لکن حق برش بیان شده و اخلاص داشته و قلب پاک داشته، خودش تسلیم شده، ای ضرورت به مجادله و مناظره و گفتگو نداره. وقتی که یک درس برش بیان بکنه عاجل میفهمه و تسلیم میشه. یک کسی دیگه که حق نمیخواد بر از او اگر افتاها کتش، از این خاطر اسلام میگه که مراء ظاهر. مراء ظاهر چی معنی؟ یعنی بیان کردن وحی که بر شما بیان شده است، ایره برش بیان میکنی، از مجادلات و مناظرات از این گپا دوری میکنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.